رعیت و حکومت. رعیت و حکومت. عدم فاصله میان رعیت و حکومت ستون اقتدار و حاکمیت نظام را مستحکم می سازد. رعیت و حکومت دریچه نگرستن به مکلفیت‌های رعیت و حکومت در برابر یکدیگر. این برنامه را دوشنبه ها ساعت 11:30 ظهر و تکرار آن را جمعه ها ساعت 2:30 قبل از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنونده های عزیز رادیو حریت، با یکی دیگر از برنامه‌های رعیت و حکومت شما را خوش آمدید میگم. امیدوار هستم که لباس عافیت بر تن داشته باشید. امیدواریم که برنامه رعیت و حکومت مورد پسند شما قرار بگیره و شما از این مستفید شوین. شنونده عزیز، ما در برنامه رعیت و حکومت همیشه تلاش بر این داریم تا یک سلسله مسئولیت های رعیت و حکومت را در قبال یکدیگر به بحث بگیریم. از این میان کوشش بر این می نماییم که بتوانیم یک سلسله استنادهای یا مستندهای تاریخی را نیز داشته باشیم تا بر اساس مستندهای تاریخی در برابر رعیت و حکومت و مسئولیت‌های رعیت و حکومت و همچنان شناخت دشمن رعیت و حکومت اسلامی و مسلمان‌ها نقش را ایفا کرده باشیم. امروز ما در مورد موقف و رابطه ایالات متحده آمریکا با دولت‌های اسلامی بحث خواهیم داشت. امیدوارم که تا پای برنامه ما را همراهی کنین و همچنان امیدوار هستم که این برنامه مورد پسند شما قرار بگیرد. هرچند در زمان سیادت خلافت عثمانی ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت مطرح در جهان شناخته نمی شد، زیرا آمریکا در سال 1492 میلادی گفته شده است که توسط کریستوف کولومب کاشف اسپانیایی کشف شده است. اگرچه در تاریخ نقشه آمریکا در کتاب از علمای مسلمان در زمان دولت عثمانی دیده می شود. به هر حال اما دولت مقتدر عثمانی به رهبری محمد فاتح حدود نیم قرن قبل از کشف آمریکا در سال 1453 میلادی مرکز امپراتوری روم شرقی یا بیزانس را فتح و توسط نور اسلام به اروپای تاریک روشنی بخشیده بود. در آن زمان در سرزمین آمریکا نه نظام وجود داشت نه هم تمدنی، زیرا آنها فاقد نظام و نظم سیاسی بودند. از این رو آنها را به نام سرخپوستان وحشی می شناختند و تا هنوز آمریکایی های بومی، یعنی غیر از نسل اروپایی و آفریقایی، به همین نام یاد می شوند. دولت عیسوی اسپانیا که چند سال قبل از انتقال خلافت از عباسی ها به عثمانی ها خود را زیر سلطه دولت مسلمانان رها نموده بود، سرانجام به عنوان قدرت مطرح اروپا دست به استعمار در سرزمین های آمریکا که جدیداً کشف شده بود زد. خاطر نشان باید ساخت سرزمین اسپانیا یا اندلس از اواسط خلافت اموی الا اواخر خلافت عباسی حدود 700 سال تحت تسلط مسلمانان قرار داشت. جاویدان بودن نام تنگه مشهور جبل الطارق واقع در جنوب اسپانیا و شمال مراکش از اسم فرمانده نام آور عصر اموی طارق بن زیاد گرفته شده است. وی از جمله فرماندهانی بود که در سال 711 میلادی با ایمان راسخ اسپانیا را با اسلام آشنا ساخت. در سال 711 میلادی با ایمان راسخ اسپانیا را با اسلام آشنا ساخت. در نهایت آمریکا پس از کشف در سال 1492 میلادی ابتدا مستعمره اسپانیا و بعد فرانسه و سرانجام انگلستان شد تا اینکه در سال 1776 میلادی استقلال خود را از استعمار انگلیس به دست آورد.
قدرت‌های مهم این زمان 1776 یعنی سالهای 1776 در یک سو خلافت عثمانی، در سوی دیگر اسپانیا، فرانسه، پرتغال، انگلستان قرار داشت. اما از آمریکا و روسیه خبری نبود و بنابر عوامل مختلف خلافت عثمانی ضعیف شد. دولت خلافت با وجود این که در اواخر سقوطش رو به ناتوانی نهاده بود، ولی هیچ قدرتی به تنهایی جرأت مقابله و زورآزمایی را با آن نداشت. به گونه‌ای که اگر دولت انگلستان به بهانه تجارت به استعمار قلمرو ملت‌های دور و نزدیک می پرداخت، اما حق عبور و مرور از مناطق تحت تسلط خلافت چه در خشکه چه در ابحار را به مانند عصر امروز نداشت. دولت خلافت با آن که در اواخر سقوطش رو به ناتوانی نهاده بود، ولی هیچ قدرتی به تنهایی جرأت مقابله و زورآزمایی را با آن نداشت. اما حق عبور و مرور از مناطق تحت تسلط خلافت چه در خشکه و چه در ابحار را به مانند عصر امروز نداشت. زیرا دولت خلافت به هیچ وجه با کفار حربی این حق را نمیداد تا در قلمروهایش وارد کردند، تا اینکه استعمارگران غرب به سبب قرنها توطئه سرانجام دولت خلافت را ابتدا از داخل و بعد از بیرون از هم پاشیدند. حال بعد از سرنگونی دولت خلافت عثمانی از صحنه سیاسی جهان، حاکمیت در دست آمریکا از نسل سرخپوستان وحشی افتاده است و برای اینکه بدانیم رسم سیاست جهانی در میان دولت بزرگ مسلمانان و دولت بزرگ دیگر جهان چگونه به پیش می رود، به تمثیل زیر به عنوان مذاکره یا گفتگو میان ایالات متحده آمریکا و دولت تازه تأسیس خلافت دقت نمایید. در گذشته این استعمارگران قبل از سقوط خلافت طمع این را داشتند که آن را نابود کنند، اما با وجود حالت نامناسب دولت خلافت که در آن زمان بسیار در وضعیت بدی قرار داشت، دولت‌های اروپایی و حتی امپراتوری تزار روس مستقیما جرأت حمله کردن به آن را نداشت. بنابراین آنها برای نابودی خلافت ابتدا از قوت نظامی کار نگرفتند و حتی امپراتوری تزار روس مستقیما جرأت حمله به آن را نداشت. بنابراین آنها برای نابودی خلافت ابتدا از قوت نظامی کار نگرفتند. این قضیه را دولت روسیه و سایر دولت‌های غربی به خوبی می‌دانند. بل آنها در آغاز مراکز را جهت تربیه و تغییر افکار جوانان مسلمان نیز تأسیس نمودند. چنانکه در سال 1842 میلادی کمیسیونی را تحت عنوان جمعیت علمی و سرپرستی چند تن از مفکرین غربی تأسیس کردند. آنها 5 سال تمام تلاش نمودند تا اینکه در سال 1847 میلادی توانستند جمعیت دیگری را به نام جمعیت فنون و علوم نیز تأسیس نمایند که سرپرستی و پیشبرد آن را 2 تن از خطرناکترین یهودیان به نامهای پترس بستانی و تاسف یازجی که گفته می شد از مزدوران انگلیس بودند به دوش داشتند. بنابراین این استعمارگران اروپایی از ابتدا علیه مسلمانان دشمنی را آغاز نموده بودند. مخصوصا آنها از خلافت عثمانی زیاد رشک می بردند، زیرا در زمان طلوع آفتاب عثمانی که از غروب مهتاب ترکان قدیم به وجود آمده بود، زندگی در اروپا در اوایل آه، ناله، شکوه و زاری چیزی دیگری نبود. به همین علت و صدها عوامل دیگر سبب شد که آنها با مسلمانان سر دشمنی داشته باشند. این استعمارگران با وجود کینه و دشمنی علیه دولت اسلامی ابتدا از طریق زور و حمله نظامی به دولت اسلامی
در هیچ تاریخی یورش نبردند و چنین کار را امروزه هم نخواهند انجام داد، زیرا تاریخ گواه است که آنها همیشه از منسجم بودن مسلمانان در تحت دولت ترس و هراس دارند، چنانکه مشرکین مکه در ابتدای تأسیس اولین دولت در مدینه منوره توسط پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و سلم دست به چنین کاری نزدند، مگر اینکه مسلمانان ابتدا به جان آنها تاختند. همچنین بعد از گسترش اسلام به قلمروهای دو امپراتوری روم و فارس و در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما حالت از این قرار بود. ابتدا این دو امپراتوری با همان قوت بزرگ خود همیشه از مسلمانان هراس داشتند و همچنان جرأت و دلیری اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان زیاد بود که در لشکرکشی علیه آنان از هیچ گونه قدرتی آنها بیم و هراس نداشتند، در حالی که تعداد آنها نیز نسبت به دشمن کم هم بود. همچنان اروپاییان قبل از سقوط خلافت عثمانی با وجود قدرت و توان زیادی که داشتند، در ابتدا بالای دولت عثمانی از طریق قوت نظامی یورش نبردند، بلکه آنها ابتدا از داخل دولت خلافت را با تفرقه اندازی در میان مسلمانان از هم پاشیدند و بعد آن را سقوط دادند. این اروپایان کینه به دل ناروایی های زیادی در یک قرن گذشته انجام دادند، نه تنها علیه مسلمانان بل علیه تمام ملت های بزرگ جهان، از جمله در قاره اروپا افریقا خیانت بزرگی را مرتکب شدند که بازگو کردن آن بشر را در حیرت می اندازد. به هر صورت آنها خیانت های زیادی را علیه بشر متقبل شدند که در فرصت کم یادآوری آنها امکان ندارد، ولی خطرناکترین مفکوری که آنها پس از سقوط دولت خلافت عثمانی در میان مسلمانان به راه انداخته بودند این است که آنها آمدن دوباره وحدت میان مسلمانان را ناممکن جلوه می دهند، از وحدت مسلمانان بهره می برند. آنها می دانند امروزه آمریکا و همپیمانان غربیش همان نقشه های استعماری گذشته را در قالب های جدیدتری دنبال می کنند. آنها از تفرقه افکنی میان مسلمانان و حمایت از نظامهای دست نشانده برای جلوگیری از وحدت مسلمانان بهره می برند. آنها می دانند که بازگشت دوباره وحدت به معنای ایجاد قدرت و ایجاد یک قوت جهانی خواهد بود که منافع استعماری و سرمایه‌داری آنها را تهدید می کند. رسانه‌های غربی نیز نقش کلیدی در این جنگ روانی دارند. آنها تلاش می کنند چهره اسلام و مسلمانان را به گونه‌ای ترسیم کنند که افکار عمومی جهان از بازگشت وحدت دوباره هراس داشته باشد. فیلم‌ها، سریال‌ها و گزارش‌های خبری همه در جهت القای این تفکر هستند که مسلمانان قادر به اداره خود نیستند و نیاز به مداخله غرب دارند. این تبلیغات در واقع ادامه همان سیاست‌های قدیمی است که اروپاییان در دوران ضعف خلافت عثمانی پیاده کردند. یکی دیگر از ابزارهای غرب در جلوگیری از بازگشت دوباره به صحنه سیاست و قدرت و اقتدار و عزت ترویج اندیشه‌های سیکولاریسم، ملیگرایی در میان مسلمانان است. این تفکرات مسلمانان را از هویت اسلامیشان دور کرده و آنها را به سوی هویت‌های محلی و قومی سوق می‌دهد. این در حالی است که تاریخ نشان داده زمانی که مسلمانان متحد شوند قدرت بی‌نظیر خواهند بود. از سوی دیگر غرب از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی خود به عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ بر کشورهای اسلامی استفاده می‌کند. آنها با وابسته نگه داشتن کشورهای اسلامی به تکنولوژی و تسلیحات غربی این کشورها را از نظر اقتصادی و نظامی
تحت کنترل خود نگه می دارند. اما با وجود تمام این توطئه ها، اتحاد و اخوت در میان مسلمانان رو به گسترش است. مسلمانان به تدریج در حال درک واقعیت هستند که جهاد و رهایی از سلطه استعماری غرب این است که باید متحدانه عمل نمود و در نهایت تاریخ به ما نشان می دهد که هیچ قدرتی نمی تواند برای همیشه بر مسلمانان تسلط یابد. همانطور که حکومت‌های اسلامی در زمان ضعف خود نیز توانست سالها در برابر توطئه‌های غرب مقاومت کند، امروزه نیز مسلمانان با بازگشت به هویت اسلامی خود می توانند بر تمام این چالش‌ها غلبه کنند و بار دیگر نور اسلام را بر جهان بتابند. و امارت اسلامی با آنکه در هر حالت قرار داشته باشد، کفر و غرب با توطئه‌ها و دسیسه‌هایش نمی‌تواند این نظام را تضعیف کند و بدون شک حکایات تاریخی و سرنوشت‌هایی که حکومت‌های اسلامی با آن دچار شدند برای ما این درس را می‌دهد که رعیت و حکومتی که مسلمان باشند و نظام اسلامی همیشه مستدام خواهد ماند. مسئولیت ما رعیت و حکومت در برابر وضعیت‌های کنونی این است که با چالش‌ها باید روبرو شد و چالش‌ها را از بین برد و این چالش‌ها بسیار خطیر و سنگین هستند و این مسئولیت‌های ما در بعد شرعی و هم در بعد سیاسی و اجتماعی. ما باید قوانین اسلامی را به عنوان منبع حاکمیت اجرا کنیم و بدون شک الحمدلله امارت اسلامی تحت تأثیر فشارها و نفوذهای خارجی قرار نگرفته و از اجرای احکام اسلام در هر حوزه مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی غافل نیست و رعیت مکلف است که همانند بزرگان و نیاکان خود به حمایت و ثبات نظام توجه ویژه داشته باشند تا اینکه نسل‌های آینده نیز با آگاهی از تاریخ و هویت اسلامی تربیت شوند و در برابر چالش‌های فکری و فرهنگی مقاومت کنند و از نظام خود و نظام اسلامی حمایت کنند. و همچنان رعیت و حکومت مکلف است تا برنامه‌های برای مقابله با تهاجم فرهنگی فکری غرب تدوین و اجرا کنند و همچنان نظام اقتصادی اسلام را پیاده کنند و رعیت و حکومت باید در تفرقه‌های بیجا که وحدت مسلمانان را لکنه‌دار می‌کند شامل نشود. شنوندگان عزیز، خوشحالیم که با شناخت دشمن و با سیر بر سطور تاریخی خلافت عثمانی و رابطه آنها و مکر غربی ها در برابر آن درک می کنیم که ما باید چه مسئولیت های متوجه ماست و چه کسانی در صدد حذف وحدت و عزت و نظام موجود هستند. شنوندگان عزیز، از اینکه وقت هم رو به اتمام است، امیدوار هستم که برنامه برای شما مفید واقع شده باشد و تا برنامه بعدی شما را به الله پاک و لایزال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رعیت و حکومت. رعیت و حکومت. عدم فاصله میان رعیت و حکومت ستون اقتدار و حاکمیت نظام را مستحکم می سازد. رعیت و حکومت دریچه نگرستن به مکلفیت‌های رعیت و حکومت در برابر یکدیگر. این برنامه را دوشنبه ها ساعت 11:30 ظهر و تکرار آن را جمعه ها ساعت 2:30 قبل از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید.